همین وای میکنیم که ما نمیدونیم، نمیشنویم، این اخبارات نیست. باید دونید کدام خدمتچی چی انتظام دارد، خب چی منبعهای درآمد دارد، از کجا کار زندگیش، رنگ آینه برای در پیش شما باید باشد. شما افکار امور را باید آموزید. روید، من دور نروید، روید بازار، روید بازار شما رو باید روید گردید، میفهمید چی فایزش راست است. آوازهای میشان میگویند در کجا کدام کارمند چی کار مشغول است، در کدام دانشکده عالی کدام آموزگار چی کار مشغول است. هست آموختن در کار برای یک کادر تربیت کردن چی سال لازم است. وظیفه ما شما، وظیفه اگنتی پالاتای حساب، پروکراتور دیگر تنها وظیفه خدمتی ما شما این محبس کردن نیست، زیر پنجره بردن شناندن شهروندان نیست، پیشگیری کردن جنایت ها است، کارهای پروفیلاکتیکی بردن در کار است، سطح معرفتناکی حقوقی شهروندان بلند برداشتن در کار است که دست به جنایت نزنند، دست به قانونشکنی نزنند. این وی آخرینش است. محبس کردن، وی کردن. حساب کنیتان اگر 10,000 در یک سال وی کنیتان چقدر کودک یتیم میماند، چقدر زیانی معنوی می شود. برای همینم پایانتر ایستاده میگذارم، ما در قانون تغییرات وارد کردیم که در جنایت های کرپسیونی کم آمد و تصرف آنهایی که برقرار میکنن بالای وی جریمه میکنن، جریمه های معین شده را از وی محبسی وی آزاد کردیم. همین خیلی نمی همین طور نیست. ما شما آدم پیش که کارمندی میلیسا هستیم، اگنتی هستیم، پالاتیم، پیش هستیم گنرال هستیم، مارشال هستیم، کدام نباشیم، ما انسان هم خیلی نمی ما شما انسان در ساختار در همون حدود وکالتی خودم شهر است، نوعی است کار میکنیم. کارمند پروکراتور هست، اگنتی هست، خب دیگر ساختارهای انداز هست، جماعت هست، رئیس نایه هست، پروکرور هست، سود هست، امنیت هست، کارهای داخلی هست. ما در یک نایه‌ای که 15,000 20,000 100,000 اهالی دارد نمیدونیم که چی وضعیت است، نمیدونیم که کی با چیکار مشغول است، نمیدونیم. اگر که ندانید خوبش کار کردن در کار نیست. اگر اخبارات معلومات نداشته باشید شما حتما به خطاگیر آمدید. اکثریتان یا از پروکراتور آمدین، یا از وزارت کارهای داخلی، یا از ساختار دیگر، یا از سودا دیگر. هست در آدمیزاد این چیزهای تا وقتی که حیات است، ممات است، وی است، بخیلی هست. به من همین راه قطعی میدارم همیشه با من تو را نشان میدیم. هم عریضه تشکیل میکنیم، هم خنون میسنجیم، هم بعضا کارهای دیگر میکنیم. این خیلی فکت هم است. حتما باید همون کادر میاشکن کنیم، حتما قصدن. این فکت هم است. لیکن این خصلت انسانگری نیست. این خدمت صادقانه هر یک خدمتچی دولتی نیست. با شما را نمیرود. آینه بر این تازه من میدانم که چیکار دارم مشغول پایانتر ایستاده میگذارم. اونقدر شمارتان زیاد نیست. من تأسیس دادم. اگر همین مناسبت باشد، اگر همین طور استیل کاریتان باشد، همین ساختار را برهم میدیم. قسمتان برای خودتان کار کرده ایستادید. پرابلم ایجاد کرده ایستادید. وقتی کارمندی کروپسیا خود دست به کروپسیا میزند، این چگونه ساختار است؟ این چگونه متدی انتخاب و قبول کردن با کارمندان است؟ لیکن حالا ما معلومات داریم در بعضا لایه‌ای که صدها میلیون دلار را تشکیل میکنند عموما کار غیر قناعت بخش است. با یگان طلبات معیار تکنولوژی راهسازی یا ساختمانی جوابگو نیست. 15 سال اخیر نیست جلسه حکومت که ما دایر به همین موضوع علاوه صحبت نداشته باشیم. برای چی نیست؟
برای اینکه در جار نه کارمندان اگنتی، نه پلاتای حساب، نه پروکورورهای ولایت و شهر نایا وظیفه های خدمتیشان را پاکیزانه اجرا نمی‌کنند. بعضا خودشان دست به کارپسیون. من دارم در دست معلومات. بعضا پروکورورها چیکار دارند؟ از کجا تامین ولایت قانون میشه؟ از کجا رئیس ولایت شهر نایا بعد پیش رای این کمبودی را میگیرد؟ وقتی خودی کارمند کارپسیا و خودی کارمند پروکوراتور دست به کارپسیا و زمین فروشی دارد. کانال خزینه معرفت یکی از کانال های هست که با اویله های خود میتوانید در آنجا بهترین قصه ها و حکمت ها را گوش کنید. در حقیقت فرزندان باید از این کانال عبرت گیرند. از حیات پیغمبرمون و از تمام نازکی های اسلامی باید ما خبردار باشیم. با همین خاطر شما را دعوت میکنم به شبکه خزینه معرفت که سلکه‌اش را در اپیسن ویدیو و در جای کامنتاری ماندگیم حتما در آمده ابونه شوید. قصه ها و حکمت های هست که در حقیقت همه ما را گریان میکند. به نزدیکی 3 تا کارمند اگنتی نظارت مالیوی و کارپسیا در خیلی حدود شهر دوشنبه همخیلی دستگیر کرده شدند. با پروکورور در یک جایی با کارمند پروکوراتور نمیبینید، نمیبینید، نمیدونید، چشماتون کور میکنین، گوشاتون کر میکنین، اکثریتت ارالش هستین. برای همین این پرابلم از بین نرفته شده است. اکثریتت هزارها گکتار، 1 گکتار نه. حالا که ما برای 1,300,000 عائله زمین قانونی با قرار حکومت جدا کرده دادیم. نمیبینید و نمیدانید. نباشد وظیفه پروکورور در شهر نایا از چی عبارت است؟ وظیفه کارمند اگنتی کارپسیا نظارت مالیوی از چی عبارت است؟ برای خودش کار کردن؟ برای خویش اقربای خود وای کردن؟ کلی سوگندی یاد کردگی شما. من این ساختار را تأسیس دادم که کمبودی ها را از بین بریم در جامعه. نیست شهر نایا که مثلا قانون شکنی بگویم که خرید و فروش غیر قانونی زمین نباشد. نیست. یگان شهر نایا ای پایتخت سر کرده 10 مراتب سابق پروکورور گنرالی اگنتی نظارت مالیوی و کارپسیا رئیس کمیته زمین ما سپارش دادم گرد اطراف دوشنبه تپه نمانده است. عاقبت چی میشود پایتخت؟ نیست. شنید؟ مردمی بیچاره در اونجا زمین میگیرد. مردمی کمبغل کمیزایت؟ نه. نه. اگر همین متد کاری باشد خوبش که ساختار باید نباشد. با کی در کار است؟ من در پایانتر اساسناک کردم میگویم با شما. چی گپ است؟ شکایت نشده است. بعدی همگی 5 ماه نماینده یک ساختار نظارتی تفتیش میکند، اخبارات میتید که جناب عالی همش درست. بعدی 5 ماه پلاتای حساب میکند 10 میلیون کم آمد. چی است اینجا؟ روی راست کارپسیا پاره‌گیری است. روی راست یگان چیز دیگر نیست. وای تفتیشگر باید در نزد قانون حتما باید جواب بگیرد و در ساختار عموما باید کار نکند. از کدام ساختار نظارتی نباشد. کارمند پروکوراتور است، پلاتای حساب است، اگنتی است، انداز است. در دست من است. من این روز برای چی قدر با احساسات وای میکنم؟ چون که خودم تأسیس دادم. خودم در ساختار همین ساختار قریب که در وزارت کارهای داخلی برهم دادم. این سالهای پیشتر بود.
ریاست بود، управление بود. دایم مبارزه علیه جنایت‌های اقتصادی و کروپسیا. قریب 400 زیاده از 400 نفر کار میکرد. من برهم دادم. همان زمانی بود که دیگه من بر معلومات شما میارم مقایسه کنیدتان. همان زمانی بود که اکنون مردم ما با مهاجرت میرفتند. اکنون کم و بیش آرام شده، صادرات میوه سبزیجات بود، با پیرواد بود، با واسطه بانک‌ها. چیکار میکردن؟ بعضناش بعضی کارمندان کروپسیا این روزا برین نظارت میکردن بانک‌ها را که پیرواد گرفت، که قرض گرفت، به دست میبردن 200,000 میگیری، 100,000 شو مرا میدی. من برایم برهم دادم. من کردم مداخله کارمندان تمامی از پروکراتور وای کردن، سیستم پولی بانکی مالی من کردم، فرمان قبول کردم. همه روز خواهد در کدام گوشه ده باشد مالکش میگیرد، دلار قطعی میگیرد، سامانه قطعی میگیرد، پولی وای قطعی میگیرد. من خلاصه برآوردم چقدر ساختارهای نظارتی زیاد شود، همه قدر سطح کروپسیا زیاد میشه. این چی است؟ این روی راست زکس است. این روی راست هدفی وای دارد، ناپاک دارد. من میفهمم بعضی دلایل جنایتی باشد، یا یکی از جناب پروکراتور درخواست می شود، یا که اگر ساختار مقامات دیگر که فوری سنجش کردن در کار، لیکن اکثریتش و مقصدناک هدف قطعی است. یا اینکه میرود رئیس مجموعه میگه که 3 کاسه مرا جای زمین میتی، نیکی گفت تمام. رئیس جماعت 4 تا رئیس جماعت گرفته دیگر کشور روسیه رفتگی. از دستی کی؟ از دست کارمندی کروپسیا و پروکراتور. برای چی؟ زمین میتی من نمیدانم. زمین منم 4 کاسه من رو زمین میتی برای خانه. نزدیک نویه تکمینی ما شما بود. ما اکنون دولت بنیاد کرده ایستادیم. اکنون دولت ملی بنیاد کرده ایستادیم. در همه ساحه‌های اقتصادیات خواجگی خلق مملکت کادرها نمیرسن، متخصصان نمیرسن. هستن. بیاید رای وای قطعی خوبش پیشی راشه، به تلویزیون به یک چی وای کردن ممکن است. گیرید؟ یا که اگر بسیار وای باشد، 1 مرتبه 2 مرتبه کارهای پروفیلاکتیک گذاران دعوت کنید که برادر یا کارمند پروکرور است، یا اگنتی است، یا پالات حساب است، یا از کارمند میلیسی است، یا که امنیت است، دیگر ساختار اینجا شین طبقه خطاگی‌ها کرده ایستاده ایم. من شما را آگاه میکنم. من نماینده وای، من حجتم. خطاگیات اصلاح کن. نکردی. فهم که عاقبت در نزد قانون جواب میگوید. نشاید کار کرده بخیر. اگر کمتر عقل داشته باشد، اگر نه در عربه چیزی وای باشد، یا اصلاح میشود، یا که بعد یک ماه به دست میافتد وای میکند، در نزد قانون جواب میگوید. یا یکی از سیستم راندن کار. چرا یک کارمند تمامی ساختار را بدنام کند؟ برای چی؟ یک کارمند کروپسیا به نام 6 نفر اولادش از ناحیه رودکی زمین گرفته است. یگان سردار ریاست یگان کارمند ندانست. همگی 3 ماهش در کار کرده نشد در ساختار. رئیس جماعت مجبور کرده است ترسانده، رئیس ناحیه را مجبور کرده ترسانده است. یگان کس را ندیدیم، حس نکردیم رفتارش، کردارش ندیدیم. کانالی ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.